بیاد بهتون یه غذای اصیل ایرانی اشغالی و پرپروتئین با زعفرون اعلی یاد بدم درست کنید برید فضا. برنج بذارید 2 ساعت تو آب نمک خیس بخوره. نصف قاشق مرب بخورید زعفرون با 2 عدد یخ. میذاریم تا رنگ زعفرونمون باز بشه. آب پیاز رو یه جوری بگیرید که یه قطره ازش آب نچکه. نمک، فلفل، زردچوبه و پول بیبر. برنجمون رو بذاریم نیم پز بشه. در این مرحله گوشتامون رو به صورت قلقلی کوچولو درست میکنیم و با کمی روغن زیتون سرخ میکنیم. گوشتامون که مقدار سرخ شد میریم سراغ اصل داستان یعنی زعفرون. برنجمون رو آبکش میکنیم. خب دوستان در این مرحله یک عدد سیب زمینی متوسط رو ریز کف قابلمه‌مون رو چرخ میکنیم و پورای سیب زمینی رو به قابلمه اضافه میکنیم برای تدیگ اشغالی به صورت لایه لایه. گوشت و برنج، گوشت و برنج. خب دوستان در قابلمه رو میذاریم، نیازی به دم کنی هم نیست. 5 دقیقه اول روی حرارت متوسط تا قشنگ دم بیفته و 35 دقیقه بعد حرارت کم میکنیم.